10 سال پیش در همین شب و روز تنها اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریت و وکیلان دفاعی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثل بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف، جمشید یاروف و دیگران زندان شدند. ولی قبل از اعضایان ما و بعد از اون هم این روند ادامه داشت. ما زندانیای سیاسی زیادی داریم که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به حادثه‌های 10 سال قبل هیچ ربطی ندارند و آخران این زندانی ها چند ماه قبل بود که اون مجموعه از سیاستمداران زندانی شدند. و یک قسم از این چاره ها در چارچوب حزب نهضت، یک قسم دیگر در همکاری به دیگر حزب و حرکت ها در مجموع فعالیت های همه گروه های اپوزیسیونی هست. ما از روز اولی که برادران زندانی شدند و اون قسمتی که در خارج بودیم، فعالیت خود را برای آزاد کردن زندانیای سیاسی یا سبک کردن مهلت بود و باشی آنها، سبک کردن یا بهتر کردن شرایط زندگی آنها در زندان یکی از نقطه های محوری بود. البته ما گفته نمیتونیم و حق هم نداریم بگوییم که این تنها سمت فعالیت ما بود و هست، چون برای یک حرکت سیاسی، برای یک نیروی مبارزه چند جبهه دارد و هر کدام آنها در جای خود مهم هستند، ولی یکی از مهمترین و یکی از مرکزی ترین سمت فعالیت ما این زندانی های سیاسی است که از روز اول اینها در روزنامه کاری بودند، اینها در مرکز فعالیت ها بودند و برای پیش بردن این پرونده نهضت اسلامی تاجیکستان هم با نام حزب هم اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب دیگر پروژه ها یا طرح‌ها و سازمان ها کارهای زیادی را انجام دادند. شاید مهمترینش این باشد که پرونده بیشتر از 10 نفر زندانی های سیاسی ما که اکثریتشون عضو نهضت اسلامی تاجیکستان هستند به کمیته حقوق بشر سازمان ملل رفت که هیچ کشور دیگر نه تنها از کشورهای آسیای مرکزی بلکه سابق شوروی اینقدر پرونده در کمیته حقوق سازمان ملل ندارد. ما حالا جدا از اون که به دادگاه بین المللی هاگ پرونده امام علی رحمان رو بردیم که اکثر این پرونده در مبنای پرونده های زندانی های سیاسی ما شکل گرفتند و اتهام اساسی علیه رحمان برای جنایت های ضد بشری هم این دقیقاً جنایت هایی که علیه زندانی های ما صادر کردند. علاوه بر این ببینید که چندین سازمان های دیگری مخصوصی زندانی های سیاسی تشکیل شد که اکثرشون با شرکت فعال اعضایان و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که بارزترین یا مهمترین آنها شاید بیرون از سازمان های سیاسی این کمیته شهروندی دفاع از زندانی های سیاسی و گروگانها هست. این بنیادی بزرگمهر یاروف است که از طرف زندانی های فرزندان یا خانواده های زندانی های سیاسی تشکیل شد که اکثریت آنها باز اعضای حزب نهضت و باید گفت که این تلاش ها همش با کمک به واسطه یا به واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفت و خود نهضت اسلامی تاجیکستان هم کارهای جداگانه از این سازمان ها را پیوسته کرده است و خواهد کرد. من فکر میکنم که در سمت دیپلماتی، حقوق بین المللی، سازمان های بین المللی تقریبا اون کاری را که امکانی انجام دادنش بود ما انجام دادیم. یعنی فکر نکنم مانده باشد یگان کار دیگری که ما نهضت اسلامی تاجیکستان با اون دست نزده باشد و ما را انجام نداده باشیم. تا سازمان ملل رفتیم، تا دادگاه بین المللی رفتیم، تمام سازمان های بین المللی بیانیه دادن، در تمام میدان های سیاسی دیپلماتی ما این موضوع را مطرح کرده ایستادیم و این شب روزهای آینده باز ماه آینده کنفرانسی صحت در ورشو هست که مثل همه ساله این موضوع را حتما خواهیم برداشت. شاید این سال قویتر و بیشتر برای اینکه 10 سال پر می شود از زندانی کردن برادران ما. من پیشتر هم گفتم که دیگران خیلی باز بیشتر از این هستند، بعضی ها بعداً به این صف متاسفانه پیوستند و ما الان در این روبروی حادثه آزاد کردن زندانی های سیاسی بلاروس هستیم که با استفاده از این فرصت ها، با استفاده از این موضوع ها ما حتما فشار را بالای سازمان های بین المللی، بالای کشورهای غربی و بالای کسانی که قضیه زندانی های سیاسی را در سراسر جهان پیگیری میکنن
یک کمی بیشتر خواهیم کرد و در حال حاضر فکر نکنم دیگر کار باقی مانده باشد که ما میتوانستیم انجام بدهیم نداده باشیم. ما خیلی خرسند میشویم که اگر دوستان و برادران و کسانی که ایده دارند میتوانند یگان طرح را پیشنهاد کنند در سمت بین المللی، در سمت کارهای دیپلماتی و حقوق بشری که بتواند به پرونده زندانی‌های سیاسی کمک کند. ما حتما با ممنونیت آنها را خواهیم پذیرفت و از آنها استفاده خواهیم کرد. پیام ما با برادران و خواهران همه زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان بوده، بخصوص زندانی‌های سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این است که آنها مطمئن باشند که برادران و خواهران آنها، فرزندان آنها، تمام کسانی که برای ملت، برای تاجیکستان، برای زندانی‌ها دلشان میتپد، همیشه در فکر آنها هستند. تمام تلاش‌های خود را کرده ایستادند تا اینکه حتی یک روز هم باشد زودتر آنها را از این زندان، از این مصیبت آزاد کنند. درست است که امکانیت‌های ما محدود است، درست است که ما باید اعتراف کنیم و یک مقدار حتی در نزد آنها خود را خجالت زده هم می حسابیم که نتوانستیم در این 10 سال از غم و درد و از شرایط بدی آنها کمتر کنیم. اما من مطمئنم، من باوری دارم که آنها، یعنی وقتی که من مراجعت میکنم با آنها، به شما، یعنی باور دارم که شما که خود این راه مبارزه را حتی بعضیتون قبل از ما انتخاب کرده، بسیار آگاهانه، دانسته و خودتون استاد این راه هستید. خودتون کسانی هستید که به خیلی از دیگران مبارزان راه مبارزه و استواری و صبر و پیروزی را آموخته اید. شما کاملا این وضعیت را درک خواهید کرد، اگرچه درک آن خیلی دشوار است. اگر که هر کدام از شما و مثل که ما میخواهید هر چیز زودتر به نزد خویش و تبار و فرزندان و به آزادی برآید و این طبیعی هم هست، اما با اون صبر، استواری، با اون جوانمردی که شما از خود در طول این مبارزه قبل از زندانی شدن و بعد از زندانی شدن نشان دادید، بدون شک مطمئن باشید که شما الکی به تاریخ قهرمان‌های ملت تاجیک وارد شدید و حتی فراتر از ملت تاجیک. من بارها در صحبت‌های خودم با برادران و خواهران گفتم که درست است که ما در سراغ قهرمان‌های خودمان، چه قهرمان‌های ملی چه قهرمان‌های دینی، میرویم به کتاب‌ها، میرویم به تاریخ و از قعر تاریخ، از قعر کتاب‌ها نام و چهره قهرمان‌های ملی و دینی خود را بیرون میاریم تا اینکه با آنها فخر کنیم. اما فراموش میکنیم که قهرمان‌های ملی و قهرمان‌های دینی ما در زندان‌ها هستند و هیچ کمی از دیگر قهرمان‌هایی که نام آنها در کتاب‌ها و در افسانه‌ها و در تاریخ وجود دارد هیچ کمی ندارند و حتی شاید که بهتر و بیشتر هم باشند. ما چون اون قهرمانی‌هایی که در تاریخ در کتاب‌ها می‌خونیم، اونا یک قسمشون واقعیت است، یک قسم دیگرشون ممکن بدیهیات باشد و یک قسم دیگرش ممکن بافته و تخیلات مؤلفان باشد. اما این برادران ما، شما برادران خواهران زندانی سیاسی که امروز هستید، شما این تاریخ را در حضور ما در شاهدی ملت نوشته ایستادید، نه با دست خودتان، نه با سخنتان، بلکه با عملتان. بنابراین مطمئن باشید که ملت شما را فراموش نخواهد کرد و ما تمام کسانی که در بیرون هستیم، چی برادران خواهران شما در مبارزه، در حزب، در تشکیلات سیاسی، چی پیوندان و فرزندان و اهل خانواده های شما، شبانه روزی هم در تلاش هستیم و هم وظیفه خود میدونیم. شاید که نتوانستیم تا امروز مسئولیت خود را کماکان انجام داده باشیم، اما خداوند شاهد است و شما هم بدانید که این یکی از اولویت های ما هست. و پیام دیگری که ما بر این جواب سوال شما که گفتید به پیوندان یا اهل خانواده زندانی های سیاسی چه پیامی دارم، پیام من این است که در برابر آن دلسوزی و دعایی که هست و در برابر اون زحمت و تلاش های واقعا هم شبانه روزی که برای پیوندان، برای پدران، برادران میکشید و اون کمک هایی که به دیگران میکنید و اون درد و علم و غمی که در وجود هر کدام شما هست، من خیلی خیلی میخواهم که این پیام دیگر تنها به خانواده های زندانی نیست، این پیام به خود ما هست، به تمام مردم و مبارزان هست که هممون در مجموع
پیوندان و اهل خانواده زندانیای سیاسی هستیم. فرق ندارد اگر برادری کسی هست، فرزندی کسی هست، پدری کسی هست، این دیگر دویم درجه است. مهم که ما یک خانواده باید باشیم، یک نیرو باید باشیم و شاید و حتما هم که هست اگر در مسئله سیاسی، در مسئله شخصی، اگر کسی از کسی ناراحتی دارد، کسی باعث رنجش شده است یا بحث‌های هنوز هم باقی مانده است، اون جای خودش، اون طبیعی هست، باید باشد. اما در یک مسئله ما باید متحد باشیم، چون این مسئله جای تقسیم کردن و جای از من و شما و کی کم کرد و کی زیاد کرد ندارد. این مسئله زندانی های سیاسی است. این یگانه مسئله است شاید که ما در آن اختلاف نظر نداریم، بلکه باید در تمام اون مسائل دیگر اختلاف اگر حل شونده نباشند، من فکر میکنم که حل شونده هستند اگر اراده و خواهش باشد. اما اگر بالفرض کسی فکر کند که اونها دیگر حل شونده نیستند و باقی میمانند، بگذار باقی بمانند، اشکال ندارد. اما در مسئله زندانی های سیاسی این جای هست که ما و شما میتوانیم همکاری کنیم، وظیفه دار هستیم همکاری کنیم. این وظیفه ایمانی، وجدانی و انسانی و سیاسی هر کدام ما و شما هست. من امیدوارم که حالا بعد از گذشت 10 سال، بعد از گذشت این همه مصیبت ها، اکنون که ما جنبست میکنیم این 10 ساله را هم در مبارزه، هم در تلاش هایمان برای زندانی های سیاسی، شاید وقتی آن رسیده است که یک بار این تلاش و این نیرو، این اراده ها را با هم جمع کنیم، بشینیم و باز تکرار میکنم اون قسمتی را که دیگر مردم فکر میکنن، برادران و خواهران فکر میکنن که دیگر قابل همدیگر فهمی نیست، اونا رو باید رها کرد. اما در اون قسمتی که ما وظیفه داریم که همدیگر فهمی کنیم و باید بکنیم و میتوانیم بکنیم که این زندانی های سیاسی است، اینها را در مرکز فعالیت خود قرار بدیم و انشاءالله به یک نتیجه خواهیم رسید. و این پیامی من و این خواهش من هم به خویش و تبار و نزدیکان زندانی های سیاسی، منظور من خویش و تبار نسبی هست، و هم به پیوندان و خویش و تبار ایمانی و ارزشی که همه ما شامل آن هستیم. انشاءالله مطمئنم که از این به بعد مبارزه ما، تلاش های ما نتیجه بهتر و خوبتری خواهد داد.